ما قطع قیام جان از سالهای 95 تا امروز عقب در پیامدی هستیم. قیام جان مثل من به مادر است و خواهش کرد که یک سرود مادر زمزمه کنیم، برای که به قدر مادر پدر رسیدن هر آدم نمیاد. چونانه که میگن که مادر بزرگ است، برای بزرگی مادر جانا، برای قدر قیمت مادر جانا، برای آبروی مادر جانا که اگر مادر نمیشون ما به این دنیا هستی نمی اومدیم. یک هسته که بر دوام خراسان شود. زنده باشه قیام جان. همین سرود موفق طلب قیام جان، موفق طلب برادرانی که مثل ما به مادران. یک سرود مادر میخوانیم، بعد دیگه سرود برای برادر ما نیستن که حاج نعیم جان در شهر روسیه، یک سرود غریبی دیگر بعد برقص بازی. ما در خدمت شما قیام جان. زنده باشه. سرود ما پای انداز شما. من آچا بگو نانا بگو آنا بگو سبی تاگی دولونو سبی خانا بگو. من آچا بگو نانا بگو آنا بگو سبی تاگی دولونو سبی خانا بگو. هر چی که بگو روی دلم تر نشود. Agi dolo no
جان جان آتای جان ای آتای جان. تشکری کلام برای سرود مادر. بیا برای بزرگی پدر مادر که ستون خاندان ما و شما پدر مادر است. ستون خاندان ما و شما پدر مادر است. یک کسی که خود را درک نمی‌داره. زنده باشه.